سلام علیکم. او دومولوزیا نامش رو گیرو 1 دقیقه دومولوزیا. خوش آمده دومولا. در کار نیست آقای کنان. من آن مسئله را با دومولوزیا گپ زدم. در اون باره معلومات دادم در کار دومولا. شوکت اینجاست؟ برادر اون رو گفتم که دومولوزیا تو رو میخوند دست از شفا مییابد. شوکت تو مگر عقلتو خوردی؟ چرا این خیلی وعده میدی؟ برادر این کار رو مگر برای راحت کردم. او گفت که میکشم، در چشمانش مرگ رو دیدم. اگر او گوید میکشم میکشد. ای شوکت به خدا از مجبوری کردم اخی. رفتیم. آقای کنان، یعنی من خوندن رو اونقدر نمیپسندم. چند وقت شد که دعا نخوندم. حالا باشه شوکت وضعیت رو فهموند. 1 بار شما رو مخصوص میخونم، اما اگر نشود شما وعده دید که به نزد دکتر میروید. تکنولوژی پیش رفته است. آخر خدا از شما راضی باشه. با چشم دومولا، با چشم. چیزی نگوید من میکنم دومولا به یگان گپ. بسیار خوب، اما در این قد کوچه نمیشود. با داخل اتومبیل درویم چی؟ بله دومولا، بله. مرحمت. کشا اویستا برادر. استاد یک سوال دارم، اجازه دید پرسم؟ هیچ زود بپرس، وقتم نیست. استاد در زیارت قبر مثال از بالای قبر یگان کس گذاریم، آیا این گناه می شود یا که نه؟ پسرم اجریم، اگر این خیلی می شود این گناه نیست. راحت باش، تو پیش پایت رو نگاه کن. پیش پایم رو باید دقت دهم. روا کنم. خدا از شما راضی باشد استاد. از تو هم راضی باشد. سوال‌هایش هیچ تمام نمی‌شود. دومولا این جوان سوال گفت و من هم یک سوال دارم اگر اجازه دهید. سوال داری؟ بله دومولا. مرحمت. دومولا یعنی یک مرده رو از مزارش برآورده کشی گناه میشود؟ شما چه مرده رو میکشید آقای کنان؟ دومولا من حاضرم. اگر خواهید مفصل با شما فهمانم. دومولا آخر کلتکیلاسی که مرا معیوب کرد کو از مزارش برآورده این خیلی تیرباران کنم کشتنش یعنی گناه است دومولا؟ عذر میپرسم دومولا. آقای کنان، آخر شما خودتون چی گفتدنتون رو میدونید؟ خیر مایلش هجری نوجوان است، هر گونه سوال میپرسه، اما شما چه خیل سوال میدید؟ این چه خیل برآورده تیر زدن. دیگر با این سوال های پوچ و بی‌معنی به نزد من نآیید. با ماشین سوار شوید. من شما را دعا میخوام. عذر میپرسم دومولا، خفه نشوید. من حالا وقتی جواب دادن این را ندارم. نمک این را جواب ده. ای بود رو بخونوش. چی میگو؟ تینجیه؟ ای اینجا بسیار مکان زیبا بوده است. پیسند اومده باشد باز میاییم. سمی جان خوب شد که آمدی. از اینجا بودن تو مرا خوش می آید. اینجا با من هم پیسند است. یک چیز پرسم، این دومولوزیا بازورو چی خیل شناس شد؟ خیر شناس شدن. از کجا این به سرت آمد؟ آخر هیچ نفهمیدم که زهرو از این دومولو چی افته است. عشق سمی جان، عشق. بله، چشمانتون رو کشوید. دومولا خدا راضی باشد دلتان درد را نبیند دومولا. نمیارزد. دومولا این دستم کی شفا میابد؟ توبه. آخر آقای کنان، حالا دعای کردم با وجودتان پهن نشده است. شما میگوید که کی شفا میابم. دکتران حتی بیماری که جراحی میکنن 2 روز خوب کردنشو میگویند. مایلش دومولا، مایلش. اکی کنون چی شد؟
کاتاکلا زنده بوده است نمرده است همش هیله بوده است بله علاوه بر این وای زاگیسه است کو وای کاتاکلاس بوده است ها اما نه نمیدانم چینگیز از محبس زنگ زد که این معلومات یعنی است داملا شما آدمی مبارک هستید استغفرالله. بینید دمتان زود تأثیرش را رسان همین خیل. به خدا اگر دست و پایم اگر شفا میافت اینقدر خرسند نمی شدم. کالتاکلاس را حتی مرگ از دست من جدا نمی کند. رفته یافته آن را میکشم. داملا ها از شما عذر میپرسم. داملا شما با ما اجازه دهید گذارید رفته این کالتاکلاس را بیابیم. داملا اجازه دادم روید آن کالتاکلاس را یابید ما هم راحت کنیم آخر. خیر برای کار. خدا راضی باشد داملا خدا راضی باشد. رفتیم کنی. سمی از تو یک چیز رو میپرسم لیکن راستش رو میگویی؟ مایلش بپرس. تو یگان بار عاشق شده ای؟ مرا یک طرف گذار. خدا چیه؟ من؟ بله. یعنی در دانشگاه شده بودم جدی نبود یعنی عاشق نشدم. حیران شدم. چرا؟ مگر من اینقدر بی‌حس هستم؟ تو دختری نیستی که عاشق شوی یعنی فقط به تو عاشق میشوند. تو چرا ناراحت میشوی؟ بگذار پسران به تو عاشق شوند. تشکری زیاد. تو تشکر نگو. تو عاشق نشو. تو فقط این خیل به طور زیبا نگاه بکن. سمی این رو بین بعد از اونال دیوانه کنعان دیوانه از قفایمون میشود. بلا با سرمون اومد. به خدا برادر همینش نمیرسیدم. شوکت چیزی نگوی حق هستی برادر. شوکت از نگاهت میفهمم که خواهر را داره نگاه. من آخر از اینش میترسم که به سری او یگون بالا میآید. این کنعان دیوانه است و بیعقل. مرده ای در قبر بوده را چی میکرده است؟ برآورده بر رویش تیر خالی میکرده است. دیوانه ای تیار. بله برادر از او همه چیز رو انتظار شدن ممکن است. او دیوانه تیار است. آخر این رو بین نو خواهرم رو یافتم که به سرم باز. یگون خیری بودگیست برادر. تو فکر نکن راحت باش. خیر است خیر. چوی تنج است. زورا جون مگر حال و وقتی قهری شدن است؟ آخر هفته آینده فاتحه دارید. از برای خود و سفسطه نگو. یگان کس بیند فکر میکند که در حقیقت یکدیگر را دوست می‌دارد. زورا جون از برای خود او را یافته آشتی کن. بینا او بسیار گپی وزنی زد سیلی. فریب کردن گفتی؟ خیر میلش کمی سخت گپ زده است در اونجا. یعنی در نتیجه یک داملای مسجد باید به اسلوب گپ زدنش دقت دهد. اما او هم راست میگوید زورا جون. تو باید خفه نشوی. سیلین زورا جون اگر من هم میبودم این خیل میگفتم دوست داشته زیبای تو باشد و زاغی سیاه گفته سیر و گشت کند. هرچی گفتنش رو انتظار بودی ها؟ یک رفت. گوش کن زورا جون کمی خودت رو به جای داملا زیاد بذار. آخر این بازی رو تنها من و تو میدونیم. محلگی ها خانه بودگی ها هیچ کس نمیدونن. آخر او هم آبرو داره در اینجا. من هم آبرو دارم سیلین جان. مرحمت. سلام علیکم. زورا جان خیر من روم. مرحمت رو. زهرا خانم امروز بعد از صحبت کردنمان فرصت بخشش پرسیدنم رو نیافتم. کمی سخت گپ زدم خفه نشوید. خیلی آمده بخشش میپرسی جانکا. خواهش میکنم داملازیو فراموش کردم. پس از اونه که این خفگی رو از بین بردیم هر چیز زودتر درباره چیکار کردنمون نقشه کردنمون در کار است. یعنی رفته به همه آشکار کنیم همش رو یا اینکه بازی رو با عقلانه دوام دهیم. التماس داملا البته دوام میدهیم. نباشد بابایم از قهر میمرد. من هم غمگین شدن کسی رو نمیخوام. پس نباشد مانند یک جفتی که آخر هفته توی دارند رفتار میکنیم. فهمیدید؟ فهمیدم. بعد از این به یک دیگرمون دروغ نمیگوییم. در این باره ما رو فهمیدیم. فهمیدم.
شنیده؟ یعنی درباره سمی و ذوق سیاه با دروغ خورد تحمل ندارم. مایلش باز خانم زهرا، اگر خفه نشود یک چیزی دیگر پرسم. در حقیقت این ذوق سیاه با شما پسند است؟ کمی در حسیات داده شدم راستی، اما دیگر با نمیخوریم، خواهد نشوید. وای، باز آشکارا در حسیات داده شده نشو میگوید. دیگر با نمیخوریم گفته چی گفتنید؟ آخر ساخته هم که باشد با شما اویله دار میشوم. شما را در حالتی ناگوار نمیگذارم. به او گفتم که دیگر با من رو برو نشوید. دروغ نمیگفتی کو؟ نرو گفته مرا زوری کردی های دختر. یعنی در حقیقت تبریک خانم زهرا، بسیار با مورید گپ زده اید. برو دیگر نمیبینید این شما را غمگین نمیکنه؟ اما خاطر رسان کنم دروغ نمیگوید؟ بله آخران دفعه با او خوردن میخواستم. یا توبه، چرا؟ وقتی که خورد بودم بسیار یک قصه دوست داشتنی داشتم. رحمتی مادرم هنگام خوابم دایما قصه میکرد، مانند شاهزاده اسب سفیددار. یک روزی از مادرم پرسیدم که شاهزاده اسب سفیددار شما پدرم است مگر؟ او باشد به یگان شک و شبهه بلی گفت. چرا؟ گفتم پدرم است دارد مگر؟ کودکی البته. مادرتون چی جواب داده بود؟ تنها دستش را داشتن بسند است گفته بود. آن لحظه حس میکنی، قلبت میداند، میفهمی گفته بود. فهمیدم. شما هم از همین سبب ذوق سیاه را آخرین دفعه دیده چی حس کردنتان رو فهمیدن میخواستید؟ خیریه که حس کنید، یعنی شاهزاده اسب سفیددار بودنش رو حس کنید. گفتم خواطر نشوید، من به خوبی که شما کردید خیانت نمی کنم. همش آمده به شما میفهمونم. شما را اصلا در نیمه راه نمیگذارم. من هم شما را در نیمه راه نمیگذارم، خواطر نشوید. داملا به شما دروغ نگفتنم را وعده دادم کو. چی شد؟ به وعدهتون وفا کردن نمیتوانید؟ البته که نی. یک حسیاتم را به شما گفتن میخواهم. یا که با او پسند بودن مرا میگویید؟ کدام وقتی که به سرم مشکلی آید، گویا که ذوق سیاه از کجای برآمده مرا نجات میداده باشد حس میکنم. گویا که از کجای مرا تماشا کرده ایستاده است حس میکنم. ای دختر در پیش چشمتم مگر کور هستی؟ چی دانم؟ اگر به سرم یگان چیزی بد آید، دایم فکر میکنم که در برم است و مرا نجات میداده باشد. به شخصی که تو رو دوست میدارد تو چی در نظرش دوست داشتنی دیگر کس رو میگویی؟ به همینش هم شکر که اون دیگر کس من هستم. دوملا؟ غضبی شدید؟ از این خیر گفتنم؟ نه غضبناک نشدم. چرا غضبناک شوم؟ میلم به شرابی ناب باشد دایم، گوشم به نیور باب باشد دایم، در خاک مرا کودگرم آن کوزه پر اونال؟ اکی فرخ خوش اومدید. خوش باشی اونال، خوش باشی. مرحمت. شین چی خوب کردی اومدی اکا. در اصل تو خوب کردی که مرا دعوت کردی. در خونه از دو دیوای ینگر سری بی‌حوصله‌ام رو درگیری. نمی نوشی؟ آوازه مرم. بس خواه برای سلامتی ها. اونال بیزار شدم. با خدا از دست ینگه طولینت از همین زندگی هم بیزار شدم، از همین کار و بار هم بیزار شدم. چی گویم اکا؟ آخر نه در نزد دخترم قدر قیمتمو، نه در نزد یار رفیقم بیزار شدم از این زندگی. باور میکنی یا نه؟
این زنان بد رفتار اما شیرین هستند. راست به آنها هم نمیشود. بودنشون خوب است، نبودنشون خوبتر. خیر چیکار کنیم؟ این جهان ویران شد. از دستی کی؟ از دستی زن نمرد به تبر زن میگن. لیکن اونال همی زنم قشرینه کی بیوی با میمرم ما. نوشتم نامت رو بدلم. دو هیجا حال ماننده. اونال تو چیکار میکنی؟ به حال شعر می نویسم. اما در یک جا در موندم، یگان چیز بافته نتوانستم کمی کمک کنه که نوشتم نامت را بدلم. دو هیجا حاله مانند خواب. با اینجا یگان چیز لازم است. یک بار دیگر بخوان کو. نوشتم نامت را بدلم. دو هیجا حاله مانند خواب. نوشتم نامت را بدلم مانند خواب. حاله خدا جان تا بگیره که از دست تو گشتم خراب. چخیر؟ مایلش واکم من خوراک های علی را یاد کردم، اما من اینجا از او بخشش پرسیدن میخوام. خیلی نوشتم نامت را از دلم مانند خواب. از غمای ترا می نوشم شراب. علی جون من خوراکای تو از نو شدن گرفتم. نفهمیدم اونال اینها کی هستند؟ نمیشناسم. شما کیستید خانم؟ چرا به اینجا آمده؟ من شما را میشناسم. اینهای دیگر را میشناسم. شما چیکار میکنید؟ خانم شما کیستید؟ तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता. दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना कभी अलविदा. خانم سلید، من با مقابل شما برآمدن نمیخواستم. من یگان فکر شما را ناراحت کردن ندارم. آمدن شما را میدونستم اینجا نمیستادم. با تو چی علاقه دارد؟ سفسطه نگوی. آنها دائما جنگ میکنن. تو خوب هستی؟ این دخترها کی بودند نمیدونی؟ نمیدونم که با خدا نمیدونم. مایلش بیاید از دخترهای زیبا بودند. اگه خوب می نوشیم گفتی بین به سرمان چی آمد. توی من و علی به یادم آمد. آخر تو آن وقتا موی سر داشتی، خیلی جوانی زیبا بودی، لیکن به یادم نیار. علی اولویت تو مرا محو کردی به شرف. این شعر که با کار می آید مرا می بخشد. عالی است. عالی جانا. هیچ چیزا از مو در رفت است.
با خدا که کار را باز کردم خانم سلین. عریضه‌ام رو با سردارم دادم. اکایونال از پشت من از زنگه اهل جدا می شود. حیاتی همه را من محو کردم. من عاقبت خودم را دار می کشم. تو خودت رو عموما گناهگار نکن. اونها همیشه جنجال میکنن. آخر چرا تو خودت رو غم میدهی؟ من شما را هم بسیار غم دادم خانم سلیم، لیکن باور کنید من یگان نیتی بد نداشتم. خیر میلش نکنید شما هم خرسند شوید، از من خلاص میشوید. من دیگر با شما روبرو نمیشوم. من میروم خانم سلیم. خودت را احتیاط کن خانم. و کجا میروی؟ به درواز، به جایی که آدمانش مرا قدر میکنن و گرامی میدارن و دوست میدارن. سلیم، خداوند نگهبانت. من شما را با خدا میسپارم. خداحافظ. چی میگویید؟ چی آمده ایستاده؟ چیکار میخواد کار تو چی؟ از من چی میخوایی؟ از تو بسیار چیز میخوام. قدر مویهای سرت زیبا است ها؟ نرس. چطور نرسم زیبا چی ایمه؟ مرا نرسه. اینقدر از نفست بوی بیزه بیاید. بوی بد. زاغی سیاه، دائما تو به من کمک میرسانی. من میدانستم که تو آمده مرا نجات میدهی. تو شاهزاده من هستی. استاد باز شاگردم آمد. استاد یک سوال داشتم. گفت هجری تو این خیل از قطوی من ندا میافتی سرت میکفد یکون چیز نشوی. آخر همین که سوال به سرت آمد از پشت من میلوی. کمی صبر کن که سوال خوب در سرت جمع شود. استاد گپایتان تمام شده باشد سوالم را پرسم. در حقیقت من نفهمیدم که تو هستی نیستی. هیچ نفهمیدم. میپرس. استاد فرض کردیم پولی بسیار داریم. چی مقدار؟ پولی اندک مندک نه استاد. یعنی بسیار بد میگویی؟ خیر استاد آیا آن پولها رو پنهان کنیم گناه میشود نمیشود؟ این را پرسیدنی بودم. شرط است پنهان کنید. استاد من یک چیز رو فکر کردم اما میشود نمیشود. این سر زیبایی تو چی فکر کرده است کنه بگو؟ استاد میگویم خانه، ماشین، کشتی، 1000 دانه خرگوش خریم استاد میشود؟ خرگوش؟ بله استاد، من بسیار دوست میدارم خرگوش ها رو. حیوان های مبارک هستن، بسیار زیبایند. هجری این اشاره کردت هیچ زیبانده نیست. اونقدر فقیر و نادار است تو باشه پول رو به خرگوش ها صرف میکنی. اما استاد پول رو پنهان نکن، به فقیران تقسیم کن، نباشد گناه است. اما استاد خرگوش ها بیا ما خرگوش هایت را این خیل بوده است. یا خدا توبه استاد، اما خرگوش ها بسیار حیوان مبارک هستن. 1 میلیون خرگوش خریم چی؟ استاد به حال خرگوش ها رحم کنید. خدایا توبه. هجری در شب خواب هم راحت نمیگذاری. خرگوشش چی؟ در خواب خرگوش رو دیدن چی منو داشته باشد؟ میلشو من خرگوش ندیدم، هجری رو دیدم. یا خدایا هجری مانند خرگوش است. رفته یک هوای تازه گیرم، خوابهای عجایب دیدن رو سر کردم.
چی شده است؟ در این شبی به کجا می رود؟ اما برای اونی که زوغ سیاه مرا نجات دهد باید کسی به من هجوم کند. چی کار میکنی اینجا؟ ها؟ یک آدم کلان شرم نمیداری در این نمی شب شراب نشیده میشینی ها؟ کنی این رو به من ده؟ سری تو رو در بلون مونم باز مگر از تو میترسم؟ اگر در کار شود از اینجا تا سهر به هیچ کجا نمیروم. فهمیدی منو؟ زوغ سیاه در کجایی؟ در حالتی وزن قرار دارم. نوشیدن رو پس کردی؟ زهرا خانم زوغ سیاه گوش کنید این کوچه ها در این ساعت ناتیج هستن. شما چی میکابید اینجا؟ من یک کس رو میجستم. او را یافته؟ تو را یافتم زوغ سیاه. چرا من را جستجو داشتی؟ این را آخر با تو گپ زده بودم. خرگوشم. خرگوشم؟ نه من خرگوش ها را دوست میدارم. از همین سبب گفتم هجری همش از پشت تو مرا دوست میداری؟ با من خرگوشم گفتی؟ ما در این باره گپ زده بودیم. لیکن تو گفتی دیگر با من روبرو نمیشوی. من از کوچه مگذاشتم که با شما روبرو شدم. آیا میدانید؟ میدانم. دیگر ما نمیخوریم. میدانم. آخر هفته با دملا زیاد توی دارم. این رو هم میدانم. بعد از آن با او اویله دار میشوم. این رو هم میدانم. اما یک چیز رو فهمیدن میخواهم. چی رو؟ شاهزاده اسب سفیدار تو منم زهره. حاله جان روزنامه را ده خونه. امک این چیست؟ با خدا نمیدونم. چقدر نمیدونید این دخترها کیستند امک؟
валло ман намедонам ҳале. эй фарухи аҳмақ, ба наздики фотиҳаи ҷиянат ту дар сари мисо чӣ мекоби? чӣ мекоби дар он ҷойҳо? ин духтарҳо кистанд? ин духтарҳо кистанд? намедонам Толин, намедонам охир. хайр, боз бигӯй ки дӯстонам аст, бо ҳамин халос шав. амакҷон, инҳоро унал овард? иҷозат дед фаҳмонам. ай, чияшро мефаҳмонӣ Фарух, чияшро мефаҳмонӣ? ҳамааш аён аст. чӣ гап аст? чӣ гап? амак, лутфан росташро гӯед. Унал бо ин духтарҳо чӣ алоқа дорад? Овард инҳоро мегӯям. ҳалеҷон, гӯш кун. Унал шеър менавист. унал боз ба ин духтарҳо шеър навишта истода буд? шеър нависад чӣ мешавад, нанависад чӣ? беақли ҳамақ. бобо, мавзӯъ шеър нест охир. илтимос, арафаи фотиҳа ба ҳолати моро гирифтор кардаат бин. тамоми шармандагият ба газетаҳо баромад. ман барои одамон чӣ хел нигоҳ мекунам Фарух? магар ман зане ҳастам ки баъд аз ин сину сол фиреба мекунӣ? ман ба ту фарзанд додам. ҳайф бар ту бод, ҳазорон бор ба ту ҳайф бод. боварам намеояд, ту маро аҳмақ фикр мекунӣ. Толин, чизе ки ту фикр мекунӣ хел нест. чӣ хел монанди фикри ман нест? тамоми шармандагия дар газета аст, ҳама диданд. аҳмоқи бефаҳм, дар барам ман мор тарбия карда будам. ту инро бояд бо ман намекардӣ Унал. фаррух, ту бо ин унали сохтакор чӣ кор доштӣ? лутфан ҷавоб де. падарҷон чӣ хел медонед ин хел нестӣ? медонам, ман ҳамашро медонам. он унали сохтакор расро ман ёфтам гуфта ба ҳамаи мо дурӯғ нагуфта буд магар? ту чаро ҳоло бо ӯ во мехӯрӣ? инро намефаҳмам. падарҷон, чӣ падарҷон? чӣ падарҷон? ба ӯ чӣ кор дорӣ? ҷавоб наде, ба ман ҷавоб наде. бин, ҳамсараш барои ӯ нигоҳ намекунад. ту чӣ хел бо ӯ дар як миз менишинӣ? ба ман ҷавоб де. падарҷон. шуд, хомӯш. он духтар кист Фарух? он духтар кист? он духтаре ки аз қади роҳ ӯро ёфта бо ӯ маишат карди кист? Тулин. чӣ Тулин? чӣ Тулин? боз мегӯӣ ки намешиносамаш. хомӯшист, хомӯшист. ягон гапе надорӣ барои гуфтан. беақл, кали бефаҳм. алло, Унал? вақте ки ман аз ту рӯ гардондам, ту дарав худатро ба оғӯши духтарон партофтӣ? азизам, худо ҷонама гирад, намешиносам, ягон алоқа надорам. кани зуд ба ман фаҳмон, ин духтарҳо кистанд? охир чаро бовар намекунӣ але? ин духтарҳо кистанд? Унал, ҷавоб де. гӯш кун азизам. гап назан, ба ман ҳеҷ чиз нагӯ, фаҳмидӣ? ҷонам, дигар бароям нигоҳ намекунад. асло нигоҳ намекунад. даро. акай Унал, салом. селеҷон, бахайр аст? марҳамат. ба худо бовар намекунеду ин дафъа барои левент омадам. рақами телефонашро доред? рақамашро чӣ кор мекунӣ? боз ғам медиҳад? не ин хел нест. якчанд рӯз пеш ман ӯро қариб буд ки ба мошин занам. ба сари ӯ доду фиғон бардошта ӯро пас задам. бисёр аҳволаш бад буд, дилам сӯхт. ӯ бисёр ғамгин буд. вақте ки ман ӯро пас задам, ӯ чизе нагуфта гашта рафт. кошки зераш мекардӣ. майлаш, аҳамият надеҳ. вақтҳои охир чӣ шуда истодааст медонӣ? оиламро барбод дод. ту рақами ин аҳмақро чӣ кор мекунӣ? бисёр аҳволаш бад буд, дилам сӯхт. рафта дилбардорӣ кунам, охир гуноҳ аст. телефонаш хомӯш аст? бигзор хомӯш бошад. занг назан. гӯш кун, ба ман мисли кана часпид. ҳаёти маро барбод дод. боз ҳаёти туро ҳам барбод надиҳад. акай Унал, айни ҳол худамро бисёр бад ҳис карда истодам. ором шуда наметавонам. яке бо худаш ягон кор кунад? кошки намекунад. аз уҳдааш намебарояд. ӯ дар ин ҳаёт аз уҳдаи як чиз мебарад. ин ҳам ана хуб мебарояд. акай Унал, бисёр хоҳиш мекунам, як бори дигар пурсида монед? майлаш азизам, ман ба суроғаш ягон касро мефиристам. хабар ёфтем ба ту мерасонем. ташаккури зиёд. саломат бошед.
کش آخر کش آخر کش آخر کش آخر من بابای ابله چی بدی کرده باشم هیچ نمیفهمم. اوف. بدیختی همه گروه ها جنایتکاری مشهوری که در جستجویش بودیم در کوچه دوستی با چشم رسیده است. گروه های به این محل نزدیک زود با اونجا روان. محل دوستی؟ من به اونجا بسیار نزدیکترم. وقت را از دست نمیدیم. همه گروه ها یک انسانی بیناموز و به شرف ماشین پلیس را دزدیده است. رقم های ماشین TR 7397. این نه برادر، مگر من اینقدر بی‌انصافم؟ من اونقدر بیناموس نیستم. ای دهشون چیزی برای میگن اینقدر زور است به قبین بکشینو. احوالتون خوب است جماعت؟ دامولا زیا ماشاءالله در امری معروفاتون گپ نیست. مسجدمون مثل پیشتر باز پرشگاه و پر آدم گشت. همه خیر. دامولا با آمدن شما شیطان ای محله منگریخت به خدا. استغفرالله. استاد یک سوال دارم، حاضر به یادم آمد. حاضر به یادت آمد؟ کدام وقت به یاد تو سوال می آید من نمیفهمم. در 2 دقیقه به سر سوال می آید، بپرس. استاد چرا انسان ها 2 چشم دارند؟ یعنی از کجا دانم هجری؟ آخر خدا با همه اتون 2 چشم داده است. استاد درست میگوید چرا 2 چشم داده است؟ چرا باز در اینجا یک چشم دیگر نداده است؟ بله، یک تا دیگر اینجا میشد خوب میشد. هجری از برای خدا همه وقت خوبی بندگانش رو میخواد، فهمو؟ اگر 2 چشم داشته باشه یگان حکمت دارد. آخر کله تو با سوال ها پر است، سرت آمیخته است، برآورده نویس. اگر تو 2 سر میداشتی چی میشد؟ یک فکر کن، از 2 سر یک کله داری، داخلش با سوال ها پر است. اگر 2 تا می بود در اون حال چگونه سوال ها نمی برآورد؟ خدا نشان ندید، بعد سر مرا هم ویران میکردی. خدا نشان ندید. چقدر بد میشد؟ یک فکر کن، از همین سبب 2 چشم برای همه امون یک نعمت است پسرم. خدا راضی باشد استاد، سرم راحت کرد میدونید. سرت راحت کرد؟ شکر خدا. دامولا بسیار خوب فهمونده. سر تو هم راحت کرد جناب خلیل؟ اکنون روید. دامولا. اوه خدا. لابای آقای کنعان. السلام علیکم دامولا. و علیکم السلام. احوالتون چیکار دامولا؟ خوبم، شما چیکار؟ تشکر زیاد، تشکر. چند وقت بود که نماز جمعه نمیخواندیم. با بچه ها گفتم که رفته از قفای دامولا این نماز را خوانیم. بسیار خوب کردید. دامولاگی با شما نصیب شد. در حق ما هم دعا کنید انشالله. از این بابت تمامی گروه هر نماز جمعه از قفایتان میشویم دامولا. همین خیل نه؟ بله. اینطور باشد میرویم. مرحمت دامولا، مرحمت. من پیش نرویم. طهارت کرده؟ بله کرده. چی گپ است نه؟ این قوا چیست؟ اینجا چی گپ است؟ تو در کجا بودی؟ به خونه‌ات رفتم نبودی، زنگ زدم جواب ندادی. سردارم من از کار رفتم، به شما عریضم را داده بودم میدونید. مادام که از کار رفتی اینجا چی کار میکنی؟ این آدم کی است؟ من این را دستگیر کردم. از کار که رفته باشی چرا این را دستگیر کردی؟ نمیدونم سردارم، از طرف خدا الهام شد، یکی حواسم کرد. اما شما خواطر نشوید، من به محبس میروم.
دیگه مشکلی نمیارم. راحت باشید. گوش کن، این عریضه از کار رفتند. به هیچ کجا نمیروی. اجازه نمیدهم. مادامی که این آدم رو دستگیر کردی، کالتا کیلاس رو هم دستگیر میکنی. همین رک دقیقه بخم جورا. سردارم. چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ بخشش سردارم. همه ای خیسندی رای. خب همه از پای کار. همه از پای کار. او را از اینجا بره. اینجا شی. گپ ده سردار جان. ولی وین یک چای تلخ بیاره. سردارم با من چای بیار گفته. با فکرم سردارم مرا دوست میدارد. ما با این خشبروت با چای کشک. محترم جماعت، دفتری رو که با من استادم یادگاری مانده است همه شما علکه میدانید. استاد، در مسجدمان آدم های نو اومدن، آنها این رو نمیدانند. کسی میداند با ندانستگی ها میفهموند. این دفتر از استاد هجری پسرم حاضر نیه، وقت دیگر میفهمونی. بله جماعت بسیار هم عزیز، امر معروف رو دراز نمیکنیم. محترم جماعت، این رو فراموش نکنیم که یگان کس در این دنیا با جان یگان شخصی بیگناه اگر قصد کند، باید او دانسته باشد که با جان تمام انسانیت قصد کرده است. اگر یگان کس در این دنیا حیات کسی را نجات دهد، این را داند که نجات یافته خواهد بود. های تمام انسانیت را کشتن چی معنا دارد ها؟ خدا نشان ندهد از جهنم برآمده نمیتوانیم. ای و ای محترم جماعت، فراموش نکنید در این حیات جان یک انسان را گرفتن بسیار گناه عظیم است. داملا با من بسیار بد نگاه میکند. ای پسر، از این بابت آدم کشی نیست دیگر. تن حالت رو کوب میکنید. مرا فهمیدید؟ برادر، در مسجدیم یک دم خاموشی است. استاد، یک چیز رو دیده با سرم سوال اومد، آن رو پرسم، اجازت میدی؟ هجری، مگر حاضر وقت سوال پرسی است؟ تو دیگر کار نداری؟ بس که سوال تیره؟ ایرج، زنوک. ای برادر، اگر معقول نباشه دیگر مسجد رو. تو مسئول این جماعتی مگر؟ شما از کجا آمدین با؟ این مسجد ما است، روید به مسجد خودتون. تمام آقای ایرج، آرام شوید. مسجدی همه است، در اینجا همه برابر است. کمی آرام شوید. سلامت باشید. خدا شما راضی باشد. جماعت، آدم کشی نکنید. داملا دهانتان درد رو نبیند. خدا راضی باشد از شما. من در حیاتم اینقدر امر معروف زیبا رو نشنیدم. خدا از شما راضی باشد داملا. چند وقت بود که من این خیل امر معروف گوش نکرده بودم. خدا راضی باشد. یعنی من دیگر توبه کردم داملا. من بعد از این آدم نمیکشم. تن حالت رو کوب میکنم داملا. اما بغیر از آن کالتا کیلاسی بیشرف یک او را به دست آرم، سرش را جدا میکنم داملا. خیر میلش داملا، با اجازه شما تا نماز جمعه دیگر. خدا حافظ داملا، دستتان را گیرم. مرحمت. خیر داملا، خوش باشید. کنی رفتیم. احتیاط باش که باز کالتا کیلاس سر تو را جدا نکنه. توبه. چی شد؟ چرا داد میزنی؟ بخشش برادر، نرخ این کسوم رو دیده خودم رو داشتم نتوانیدم. این چی است؟ $2000. این نرخش قطع صاحبش باشه. قیمت بوده است کن. برای این خانه را فروختن لازم است. روزهای گذشته با یادم آمد برادر، کالتا کیلاس فقط امی خیلی میپوشید. آن در گذشته بود. اکنون ما داملویم. اگر این رو گیرم والله خدا میزند. گویا که داملوی حقیقی باشی. برادر، داملوی حقیقی هستم نیستم مگر این رو میخرند.
برادر ها معقول چی؟ نه به خدا گوش کن اگر معقول شده باشه گپ زن بخرمان بخیر شوکت یگان خزینه افتی پول دارم این روز عیشاتی ما برادر این چی است؟ پول بعضی آدم‌ها چرکی دستم میگن این پول ها را از کجا افتی؟ یا خدایا درو پول از کجا افتی؟ انگور خور بولش نپرس سر مرا گرنگ نکن پول ها را از کجا افتی؟ برادر برای روزهای بعد پنهان کرده بودم پول از آن ما از فهمو برای توی تو نزد یگان کس نمیخواستم سرت رو خم کنی مخصوصا برای امیسمی وقتی که او رو میبینم دهان و بینیش رو شکنم میگویم همش برای تو است برادر فهمیدی؟ اما این قیمت است ابا چه ایجا الیگانت های اخی ارزون بفوره بیا همه شما کسیما چیست ای پایان ارزون بگیریم لباسای همجا ای اپتوبی ای به خدا در بولینگ اصلا دیده بازیگری خوب ندیدم دخترها این خیل نکنید التماس ای ببخش ما باید به کاشانه حسن رفته موسرمون رو آرامه دادیم شما چی ها میگویید؟ زهرا جان بازی رو ویران نکن آخیر زیادولا تو هم با ما بازی میکنی؟ با خدا سمی حالا چی گفتنم رو نمیدونم دامولا ما رو رد نکنید آخیر تو در باین در آمدی سمی میبینیم چکر بازی میکنی تشکر دخترها تشکر دامولا شما هم بیاید مرحمت من این بازی رو نمیتونم تشکر سیا جان بیا من با تو میاموزونم با من؟ اگر آموزونی بسیار خرسند میشوم چخیل میپرتوی؟ کلاسی هیلگر بولینگ رو با من میاموزید خانم زهرا؟ انا اینش برای تو موافق است سرشرکه دهنی سمی وز میشه انا انگشتانات رو به اینجا میمونه من هم فکر کرده شده بودم که این رو چخیل میداره انا این خیل میمونی بود باز از خط نگذارانی دقت بی کنی یک بار دیگر بینیم؟ با من بازی میکنی؟ دامولا با شما البته سر کردیم سمی آخر هفته ما توی دارم بسیار بد از آبش نده فهمیدی مرا؟ مهلا زهرا جان خباتیر مشاو اونقدر وزین نمیگیرم مرحمت دامولا مرحمت با کمال مایل
خوش بچه ها وقتتان رو چه خیلی گذراندید؟ بسیار خوب بود بابا جان، همه‌اش خوب گذشت. خوب مادر با شما چی شد؟ یا اینکه باز جنگ کردید؟ از پدرت بپرس میلیس. ها یا کی نپرس، از روزنامه فهمیده میتوانی. حیات پدرت علاقه در آن جای هست. چند بار فهمونم اونال و من بیگناه هستیم. آن دخترها را نمیشناسیم ما. چه دختر؟ دخترم باور نکنی روزنامه رو بین، ما را تهمت کردن. اونال و من در آنجا نشسته شراب بنوشیدیم آخی. نام آن شخص در اینجا گرفتن نشود. شفقت پسرم. السلام، احوالتون چخیر؟ خوبم، تو چخیلی؟ تشکر، خوبم. من دوملوزیو رو ندیدم. اگر برای فاتحه یگان یاردم لازم باشد بیایم گفتم. شما اینقدر خانم دلسوز بودید. البته من میرسانم با اون کس. رحمت کم. این دوملوزیو رو هیچ فهمیده نمیشد. میگوین که زور و بزرگ سیاه میگردد. او به جای اون که جدا شود باز فاتحه میکند. سوال خانم سوال، اون شخصی که درباره‌شون گپ زدید خیلی که پیشتر گفتم یکدیگر رو بسیار دوست می‌دارن، حتی عاشقن. به نزدیکی باشد توی دارن. به این حال عادت کنید. خوب میشود. فکری تو رو هیچ کس نپرسیده است. سوال بس است آخیر. اپا آخیر اول سر کرد. چی دروغ میگویی؟ یا برخت داوی نبین؟ با من چی شده است؟ رنگ موری افی. هیچ نگم بالای سری آدم میبرویی. با زندگی یک از دیگه چیکار داری؟ دوملوزیو تو را نگرفته علامت کده. بس که شیطانی را اخی. مرا گوش کن. از حد نگذرون نباشد. نباشد چی؟ با دوملوزیو شکایت میکنی؟ بخشیش. تو این را علکه کردی ها؟ خانم سیبا، من یگان رفتاری بد نکردم، نمیکنم هم. تو هم سخنهایت را سنجیده گپ زن میلش. اگر کارهای شما را بدیل نگرفته باشم، این از روی حرمت دوملوزیو است. خیر میلش. گپ را دراز نمیکنم. اگر درباره من یگان سوال داشته باشه، از من پرسید میلش. مانند طلبه های مکتب به دیرکتور شکایت نکنید. خفه نشوید. برای کار. تو ارزنده ای. باور کن عزیزم، من هم به تو زنگ زده بودم. تو از خونه رفتی گفته به خونه نمیروم، در شوبه خواب میکنم. جایی که تو نیستی تنها بودن نمیخواهم. اونال علاقه دیر شد. تو اینها رو با من نفهمون. بین من چند سال شد در نزد بابایم پشتی تو رو میگیرم. تو چیکار کردی؟ در یک لحظه تمامی زحمت‌های مرا تازه کرده پرداختی. من به کدامی از آنها سوزم؟ به گازیته ها افتادی به این سوزم. رسم رو یافتم گفتم مرا فریب کردی به این، یا اینکه مرا در نزد عالم شرمنده کرده به اینش. کنی گپ زن؟ حاله با من یک امکانات دیگر ده. خواهش میکنم عزیزم. نه اونال علاقه فرصت نیست. من قرارم رو دادم. با نزدیت با کد رفته دعوا میکشویم. تو هم با نزدیت با کد رفته تیاری بین. زورا جون، جونکم حالا هم تیار نشده ای؟ مهمان ها میویند. برای این کار رو قرار دادن. کاش که این تلاش ها رو برای با شخصی دوست داشتم آیده دار شدنم صرف میکردم. این هم میشود زورا جون، صبر کن، اینش هم میشود. میشود؟ البته میشود. کاش که با ما زندگی میکردی زهرا جان. من چرا اینقدر سال تو رو آرزو کردم نمیفهمم. اما حالا هم دیر نشده است، چون که تو به دوملوزیو عاشق نیستی. اشتهای تو. دوملا خوش آمدید. السلام خانم مبارک، خوش باشید. آخری هفته فاتحه بوده است. بله توی داریم. با خدا انتظار میشویم. دعوتنامه ها تیار شوند میارم. شما رو انتظار هستیم. تشکری زیاد. در این خیلی روزی خورسندیتون در برای شما بودن شرف است. سلامت باشید. خانم بتول. دوملوزیو
عجبا میگویم با توی ما شما همه آمدید بسیار خرسند میشدین. دامولو من از شما بسیار عذر میخواهم چون که من اونقدر تو تماشاها رو نقص نمیبینم. هم کسلی دارم آمده نمیتوانم. دخترم این چی گپ؟ معرکه های فاتحه و تویها رو دوست نمیدارم. خودت رو عادت کنم. در آخر تو هم اویله دار میشوی تو جایی. مادر جان من گفتم که موضوع اویله دار شوی رو نکشوید لطفاً. البته اویله دار میشوید. یک شونیه اینجا آکاش است. از آکاش نپرسیده با کی رو اویله دار میکنید؟ مادر جان من به خانه میروم. دامولو فاتحه مبارک باشد. روز بخیر. دیده دورو کدام وقت موضوع اویله داری کشاده شود همین خیل رفتار میکنه. یعنی اگر بیماری نباشد یک چیز پرسم یگان کس با خواستگاریش نآمد که اینقدر سخت غضبناک شد؟ دامولو خواستگارش بسیار است و راضی نمیشود. دامولو یک بار شما گپ زنید مقام اویله داری رو از جهت دین فهمونید. با خدا باوری دارم که در این باره او از من زیادتر معلومات دارد. یا اینکه به شما یگان ناحرمتی کرد؟ نه عزیزم ناحرمتی نه و یعنی خانم بیتول خودش را بسیار خوب و کمال رسانده است. بله کمی یک رو است اما قلبش تیلو برین است. خواهر عزیزم دائمی خیل بود در کودکیشم. خانم مبارو بعضا یک رو بودن خوب است. خیر ملش تا بازدید. марҳамат ба назди миз оед. мо? бале шумо бояд ба тӯи омодагӣ бинед. марҳаматгир азизам. ташаккур. به فکرم همش خوب است. موسیقی اول بسیارتر خوب است. خوب اگر به تو معقول باشد با گوش کردن نمیشود آخر. رقص کنید. در نتیجه سرود رقصتان را انتخاب داریم. کنی خیسه رقص کنید ما تماشا کنیم. جناب خدا خواهد ما رقصمان را در تویمان رقص میکنیم. در توی میکنید آخر حاضر یک رقص کنید ما میبینیم. حاضر؟ زود حاضر. رقص دامادم را با نبیرم دیدن میخواهم. خیزید.
زهرا زوغ سیاه بله منم. تو گفته بودی که دیگر با من وا نمیخوری. وای من برای سنجیدن تو گفته بودم، برای حسیات های تو نسبت من راست بودن و نبودنش رو سنجیدن، اما میبینم که راست نبودند. مگر این خیلی ممکن است؟ من کوشش کردم که به تو فهمونم اما تو باشی گوش نکردی. چرا گوش میکردم؟ همش آشکار نیست مگر؟ تو فاتحه شده ایستاده ای. مجبورم. نیستی، به هیچ چیز مجبور نیستی زهرا. اگر مرا دوست داری فاتحه نکن. اگر یک جایه شویم تمام مانعه ها رو پس سر میکنیم، باور کن. تو نمیدانی که من این رو چقدر میخواهم، اما تو رو نمیشناسم، رویت رو حتی ندیدم. زهرا در اصل مرا تو بسیار خوب میشناسی. چی؟ میشناسم؟ بله، انسان در نزد چشمش بوده را دیده نمیتواند، دایم به دوری ها نگاه میکند، حالا هم که حقیقت در پیش نظرش است. زاغ سیاه من